اتفاق جالبی افتاد. چند هفته پیش آقای زاکربرگ تماس گرفت با یک دانشجوی دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل و به او پیشنهاد کرد که بیاد در شرکت متا کار کنه. این دانشجو که 24 سالشه، اسمش هم من اینجا نوشتم، و چند استارتاپ هم شروع کرده بود، ناگهان دوره دکترای خودش رو رها کرد و در سیلیکون ولی مشغول به کار شد. زاکربرگ به او گفت که برای 4 سال آینده سهام و حقوق 125 میلیون دلاری به او پیشنهاد میکنه. او قبول نکرد. حدود 2 روز بعد زاکربرگ مجددا به او زنگ زد و پیشنهاد 250 میلیون دلار برای 4 سال حقوق، مزایا و سهام به او پیشنهاد کرد که او قبول کرد و بلافاصله وارد شرکت متا شد. 61% سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی جهان در آمریکاست، 17% در چین و 6% در اروپا. این به این معناست که اروپا به صورت تدریجی در حال افول و 2 قطب مهم جهان از نظر فناوری آیتی و ای آی و حتی تولید سخت افزارها و نرم افزارهای هوش مصنوعی آمریکا و چین خواهند بود. افزایش قابل توجهی برای خرید طلا در دنیا شروع شده. عمده خریداران طلا در جهان ژاپن، آمریکا، چین، روسیه، ترکیه و آلمان. عربستان سعودی سال گذشته 160 میلیارد دلار طلا خرید. توافق ترامپ برای فروش 2 تراشه از طرف شرکت نویدیا به چینی ها. شاید برای شما جالب باشه که در شهر واشنگتن یک خیابانی هست به نام کی استریت. در اون خیابان حدود 16,000 شرکت مشاوره‌ای وجود داره. یه شرکتی اونجا هست به نام بالارد که از این شرکت 2 عضو کابینه ترامپ انتخاب شدن، من جمله دادستان کل کشور دولت ترامپ. چینی ها میخواستن 2 تراشه از نویدیا بخرن، اما وزارت خزانه داری آمریکا مخالفت میکرد به دلایل امنیتی، تا اینکه بعضی ها در دولت ترامپ به اون شرکت چینی پیشنهاد کردند که با این بالارد در واشنگتن تماس بگیره. شرکتی که 169 مشتری داره، ماهانه 30,000 دلار این شرکت ها به این بالارد میدن، براشون لابی میکنه، نه در دولت آمریکا، فقط در کاخ سفید. و بعد از 4 ماه لابی دولت ترامپ با یک اگزیکیتیو اوردر قبول کرد که اون 2 تراشه‌ای که از نظر حافظه بسیار خارق العاده هستند به دولت چین فروخته بشه، که برای بج اول 30 میلیارد دلار اونها تقاضا کردن. فقط ترامپ گفتش که یک شرط داره و اون این که از این 30 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار باید به دولت آمریکا داده بشه. که اون 2 تراشه رو من اون پایین نوشتم، H20، اون یکی هم هست MI 1308. و شاید براتون جالب باشه که کشور نروژ که 6 میلیون نفر فقط جمعیت داره، صندوق ذخایر ملیش الان بالای 2 تریلیون دلاره. برای 4 ماه اول سال 2025 اخیراً سودش رو اعلام کردن، 68 میلیارد دلار فقط سود داره. و این به هم تنیدگی اقتصاد، بازارها، سیاستمداران و تصمیم گیری ها در سطح جهانیه. جهان در 1 دهه آینده در عین اینکه به طرف این به هم تنیدگی داره حرکت میکنه، جهانی فقیرتر، فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر و آلودگی محیط زیست به مراتب عمیق‌تر خواهد شد. بودجه نظامی کشورها که یک شاخه مهم ای آی داره به شدت در حال رشده. آمریکا در سال 2025 فعلی بودجه نظامیش 997 میلیارد دلاره که در سال آینده 2026 به 1 تریلیون و 100 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. آمریکا در سال 2024
حدود 43% فروش جهانی اسلحه رو داشت. بعد با فاصله فرانسه و روسیه هستند. 27% کل انرژی جهان رو الان آمریکایی‌ها تولید میکنن. تا اونجایی که من طی چند روز گذشته پیگیری کردم، یکی از مبانی مذاکره پکیجی پوتین و ترامپ در آلاسکا موضوع انرژی بوده. یعنی پوتین آمده به آمریکا گفته که موضوع اوکراین بسیار کوچکتر از اونه که ما دو ابرقدرت بخوایم وقتمون رو صرف اون بکنیم. ما بیایم به انرژی، به 600 میلیارد دلار ذخایر مسدود شده روسیه در اروپا، موضوع مهم معدن در روسیه و تکنولوژی که برگرده به روسیه از طریق 22,000 تحریمی که نهادها و افراد شدن بپردازیم. یعنی اومده دایره رو بسیار بزرگ گرفته و با اون سنسورهایی که ترامپ داره مسئله رو مطرح کرده که اوکراین هم جزئی از اون میتونه باشه و حتی گفته که ما حاضریم 25% از اون زمینهایی رو که گرفتیم پس بدیم، اما اون بقیه رو حفظ بکنیم. الان چین در حال احداث 24 نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت 24 گیگاوات هست. چین 549 میلیارد دلار در سال 2024 تراشه خریده. آمریکا 156 میلیارد دلار. دوستانی که اینجا تشریف دارن با ارقام زندگی میکنن و این نشون دهنده جهانی است که ما در اون داریم زندگی میکنیم. و جالبه که سال 57 در شرایطی که جهان داشت به همتنیدگی حرکت میکرد، ما درست در مسیر خلاف اون جهتگیری‌های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی کشور رو پیش گرفتیم. تقاضای جهانی برای نفت در نیمه اول 2025 نیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که اگر تجدیدپذیرها همچنان رشد بکنن، ذخایر نفت و گاز دنیا مثل گذشته مورد بهره برداری قرار نخواهند گرفت. آمریکا تلاش خواهد کرد که قیمت نفت رو در کانال 60 دلار نگه داره تا اینکه بتونه در سال آینده نوامبر 2026 بتونه به کانستیچوئنسی و مخاطبین خودش در آمریکا اثبات کنه که اگر تعرفه‌ها رو افزایش داد، اگر 2% نرخ تورم آمریکا افزایش پیدا کرد، اما در 2 سال آینده ریاست جمهوریش وضع کار، اشتغال و درآمد ملی و GDP آمریکا به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. تمام کشورهای دنیا به استثنای 4-5 کشور همه در حال انطباق خودشون از طریق هجینگ با آمریکا هستند. اگر از این جنبه بین المللی فقط بود تسلیحاتش رو من خدمتتون بگم، 43% صادرات تسلیحات دنیا رو آمریکا داره، 10% رو فرانسه داره و روسیه 8%. اگر در رابطه با واردات تسلیحات در دنیا بحث کنیم، میبینیم که اوکراین 9% بوده، هند 8%، قطر 7%، عربستان 7%. و اگر در رابطه با هزینه‌های تسلیحاتی در جهان فقط بحث کنیم، 37% هزینه‌های تسلیحاتی دنیا رو آمریکا داره، 12% هم چین داره. این در رابطه با کل هزینه هاست، نشون دهنده اینه که در آمریکای شمالی از همه بیشتره، بعد اروپاست، بعد آسیاست، بعد مناطق دیگر دنیاست. اما از این دایره بزرگ جهانی که 90%ش در رابطه با روابط اقتصادی و در خدمت گرفتن سیاست خارجی برای افزایش GDP کشورهاست، به منطقه خاورمیانه برسیم. اون چه که در حال تحقق اول اینه که ما در آینده کشوری به نام سوریه به معنایی که در گذشته بود نخواهیم داشت. سوریه آخرش خواهد شد دمشق و اطراف دمشق. جنوب سوریه رو اسرائیل به خاک خودش عملاً دی فاکتو
الحاق کرده. شمال شرق سوریه در اختیار اکراد قرار خواهد گرفت. شمال غرب سوریه در اختیار ترکیه. اون چه که سوریه خواهد ماند شهر دمشق و اطراف دمشق که اصطلاحاً به این میگن بالکانیزه کردن سوریه و این در رابطه با کل منطقه خاورمیانه در حال رشد هم هست. وابستگی ساختاری نظامی عراق با آمریکا. آمریکایی‌ها برای اینکه کمتر صدمه ببینن اخیراً بخشی از کار نظامی و امنیتی خودشون رو در عراق به انگلستان برون سپاری کردند. تعمیق روابط نرم افزاری و سخت افزاری کشورهای عربی با آمریکا. در حوزه خلیج فارس حدود 4 تریلیون دلار ذخایر ارزی هست که تا سال 2035 بخش عمده اون در آمریکا سرمایه گذاری خواهد شد. به عبارتی کشورهای عربی که اغلب پادشاهان جوان داره، اینا دارن امنیت خودشون رو به سرمایه گذاری اقتصادی در آمریکا قفل میکنن. برون سپاری عملیاتی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به اسرائیل. اگر شما از من بپرسید با دیتایی که دارم، با ارتباطاتی که طی ماه گذشته برقرار کردم، حدود 80% عملیات 12 روزه با نرم افزارها، با طراحی هایی که در 10 سال گذشته در کشو بود در آمریکا، اونها بوده که اجرا شده و عملاً اسرائیل اپراتور اون طراحی های 10 سال گذشته بوده. هماهنگی ساختاری بسیار جدی سنتکام با اسرائیل در عملیات غزه، کرانه باختری اردن، سوریه و عراق. تعمیق شبکه اقتصادی و ژئوپلیتیک قفقاز، اسرائیل، منطقه خلیج فارس و اردن. ایده کریدور جنوبی کشور ارمنستان ایده ترک ها بوده که بتونن اقتصاد خودشون رو به آسیای مرکزی و قفقاز و نهایتاً چین و آسیای دور قفل بکنن که بتونن از طریق ایران دیگه این کار رو نباید انجام بدن. تحولات ساختاری در صنعت انرژی خاورمیانه در حال رشد. عربستان الان بزرگترین تولید کننده هیدروژن در دنیاست و با شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری در حد 20 تا 25 میلیارد دلار انجام داده و کشورهای عربی هم همونطور که عرض کردم یه بخش مهمی از ذخایر ملیشون رو در آمریکا برای ساخت دیتا سنتر و خرید اسلحه تا سال 2030 انجام خواهند داشت. یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در آمریکا در حال شکل‌گیریه پروژه‌ای است به نام استارگیت در ایالت تگزاس آمریکا با مبلغ 550 میلیارد دلار که در آن شرکت‌های مهم ژاپنی، عربی و اروپایی مشارکت دارند. مهمترین بانک ژاپن در اونجاست. ژاپنی‌ها قول دادن در ازای اینکه از 25% تعرفه به 15% ترامپ قبول کرد، برای 15 سال آینده 500 میلیارد دلار در صنعت انرژی آمریکا سرمایه گذاری کنند، ضمن اینکه 100 تا بوئینگ بخرن و فقط تا آخر سال 50 میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری بکنن. ایران در این دو دایره متداخل تحولات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته. یکی از نکات مهمی که سرنوشت کشور رو میتونه رقم بزنه حداقل تا نوامبر 2026 سال آینده و بعدش هم دوره ریاست جمهوری ترامپ، اینه که ترامپ با این شخصیتی که داره که از طریق ارتباطات تصمیم میگیره، متن نمیخونه، کتاب نمیخونه، در جلسات بیشتر از 10 دقیقه 15 دقیقه فرصت بحث و گفتگو با کسی رو نداره، عمدتاً از طریق تلفن دوستان خودش ارتباط برقرار میکنه و کارها رو پیش میبره. عمده عملیات 12 روزه که در ایران رخ داد توسط یهودیان نیویورک بودش که اون منشأ انرژی اصلی بود. ترامپ 40 سال در نیویورک در کار مستقلات بود و عمده دوستان او در مستقلات بودن که مستقلات هم در آمریکا عمدتاً باز در اختیار یهودیان هست. اینه که 3.5 سال این شخص رئیس جمهور آمریکا خواهد بود
و اگر ما توجه بکنیم به شخصیت او میبینیم که ممکنه که سورپرایز ها و اتفاقات دیگری هم بیفته که ما به اصطلاح باعث غفلت ما بشه. اجماع عموم جناح‌های حکومت و مردم اسرائیل نسبت به موضوع ایران، اگر مردم اسرائیل نسبت به غزه، فلسطین، کرانه باختری، موضوع آبراهام، اگر نسبت به اون با دولتشون اختلاف نظر دارن، یک موضوعی که تمام جناح‌های اسرائیل و مردم رو همه رو دور هم جمع میکنه موضوع ایرانه و دلیلش هم اینه که ایران برای مدتها این شعار اصلی و قانونیش بوده که ایران میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. اینه که این رو به هر ملتی بگن خود به خود این اونها رو به اجماع میرسونه. در رابطه با مسائل ایران و اونچه که پیش روی اقتصاد سیاسی ما هست اینه که اعراب، ترکیه، روسیه و چین همه سکوت کردن و این 1.5 ماه گذشته نشون داد که ایران چقدر تنها عمل کرده. کشوری که در سیاست خارجی خودش حتی یک شریک قابل اتکایی هم نداره. اروپا همراه این جریانات هست و یه استراتژی تقابل تضعیف و حذف بنیادگرایی منطقه‌ای و تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی استراتژی کلان اعراب، ترکیه، آمریکا، اروپا و اسرائیل با هم دیگه است. اگر چین و آمریکا به یک توافق نهایی برسن، همین کمک‌های محدودی که در 1 ماه گذشته چینی‌ها به ایران کردن احتمالاً همون هم تعطیل خواهد شد. اگر دوستان خاطرشون باشه سال 1995 که آمریکا صنعت هسته‌ای ایران رو اون اوایل تحریم کرد، چینی‌ها زیر 24 ساعت ایران رو ترک کردن. بعد از اینکه ایران تحریم شد، اینه که اونا منافع بسیار وسیع‌تری دارن، در یه دایره بسیار بزرگتری تصمیم میگیرن. حفظ قیمت نفت در کانال $60 و این برای آینده و منابع درآمد ایران اهمیت داره. بازگشت تحریم‌ها از طریق اسنپ بک و همینجور حملات مکرر نظامی اسرائیل به ایران برای جلوگیری از بازسازی قدرت نظامی خودش. اما آمریکا و اسرائیل کجا با هم اشتراک دارن، کجا با هم افتراق دارن نسبت به ایران؟ محدود کردن منابع مالی ایران که بنیان تحریم هاست. هر کشوری بخواد به زمین بخوره منابع مالیش باید محدود بشه. اون شخصی که پسنداز داره، اون شرکتی که پسنداز داره، اون کشوری که پسنداز داره آینده بهتری داره. یه بار نخست وزیر نروژ برای مردمش گفت اگر شما مردم نروژ برای 1 قرن آینده کار نکنید و فقط در خونه‌هاتون بمونید، ما در حسابهامون پسنداز داریم. که کل این رو ایپک در آمریکا طی 30 سال گذشته با موفقیت تمام پیش برده. حملات سایبری به رمزارزها که جزئی از حملات 12 روز بود و اتفاقات بسیار مهمی در ایران افتاد. حملات سایبری به مراکز نظامی و هسته‌ای، جلوگیری از عادی شدن روابط خارجی ایران، حفظ فضای التهاب و تنش نظامی، حفظ فضای آسیب پذیری، بی‌ثباتی و لیمبو یعنی معلق بودن در هوا. اینا اشتراکات آمریکا و اسرائیل در رابطه با ایران. اما کجا آمریکا و اسرائیل با همدیگه اختلاف نظر دارن؟ همیشه یه جور فکر نمی کنن. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه منافع وسیعی در دنیا دارن، ایران شاید 1% اون منافع کلانم نباشه. آمریکا به دنبال تسلیم بدون جنگه. این استراتژی آمریکاست. آمریکا به نظر من نه دنبال رژیم چنجه و نه به دنبال تجزیه ایرانه. آمریکا به دنبال این هستش که ایران اون 2 موردی رو که اسرائیل به اون حساسه روی کاغذ بیاره و امضا بکنه و به اون پایبند باشه. آمریکا اینو میخواد و در ازای اون همکاری‌های گسترده اقتصادی با ایران میخواد داشته باشه. شاید بعضی از دوستان 5 اسفند 403 در همین همایش روزنامه دنیای اقتصاد تشریف داشتن که اون موقع اون چرا که من گفتم این بود. گفتم که اگر ایران این ظرافت رفتاری رو داشته باشه، موضوع هسته‌ای رو
قفل بکنه به سرمایه گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران برده. چرا؟ چون دولت ترامپ مهمترین استوانه سیاست ها و استراتژی های اقتصادیش اینه که آمریکا حرف اول انرژی جهان رو در قرن حاضر بزنه. اینه که قفل شدن صنعت نفت و گاز ایران به موضوع هسته‌ای میتونه ایران رو رها بکنه. ما 30 سال دیگه هم با آمریکا سر هسته‌ای مذاکره بکنیم، چون ماهیتش سیاسیه به جایی نخواهد رسید. مادامی ما میتونیم در مذاکرات موفق بشیم که من نوعی دانشگاهی در طی 25 سال گذشته که ایران مذاکرات هسته‌ای کردین رو ما گفتیم، اینه که قفل کردن اقتصاد ایران به موضوع امنیت ملی و برنامه هسته‌ای است و مادامی که ما فقط هسته‌ای داریم بحث میکنیم به جایی نخواهیم رسید. اما اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل دنیاش تو منطقه خاورمیانه است که وصل به یهود آمریکا و ایپک. اسرائیل به دنبال رژیم چنج، اسرائیل به دنبال تجزیه سرزمینی ایران هست و اسرائیل به دنبال اینه که اگر ایران تجزیه نشد یک کشور ضعیف ولی بزرگ باقی بمونه. اینه که ایران کجای این تفاوت‌ها و افتراق‌های استراتژیک میتونه بازی دیپلماسی انجام بده، اون دیگه بستگی داره به توانمندی‌های فکری و نظری مسئولان. ما با یه دوگانه ها روبرو هستیم. دوگانه یعنی چی؟ دوگانه یعنی این که ما این دوتا رو، هر کدوم از این خطا رو نمیتونیم بگیم 70-30 60-40 25-75. ما یکیشو میتونیم انتخاب بکنیم. یعنی این مسیری رو که کشور طی 4 دهه گذشته آمده رسیده به این دوگانه ها، نمیتونه هر دوتا رو با هم پیش ببره. ایران نمیتونه هم قدرت هسته‌ای باشه و هم به دنبال نابودی اسرائیل باشه. این دوتا با هم نمیشه. باید یکیشو انتخاب بکنه. یا ایران باید رشد اقتصادی رو انتخاب بکنه که اون الزامات خودشو داره، یا اینکه ایران باید بره دنبال عدالت در خاورمیانه، یا اینکه بیاد تمام منابع ملی رو صرف کنه برای عدالت در جهان، شاید هم بخواد جلوتر بره عدالت در کهکشان‌ها، یا اینکه ایران باید بره دنبال توسعه اقتصادی که اون الزامات خودشو داره، قفل شدن به جهان هست، اونم این کشور با این همه سرمایه انسانی و مادی، یا اینکه بره دنبال استراتژی تقابل با آمریکا، اونم یک راهه. دوتاش با هم دیگه نمیشه، یکیشو باید انتخاب بکنه. یا ما باید بریم دنبال پیشرفت علم و فناوری و بریم در سیلیکون ولی ساختمون داشته باشیم، 400 نفر از بهترین های این جامعه برن اونجا و قفل بشن به بقیه جهان و کانتریبیوت بکنن به فناوری جهان. یا اینکه ما بیاییم از غرب فاصله بگیریم و بگیم که میخواییم خودکفایی اقتصادی داشته باشیم، همه کارها رو شروع کنیم از اول خودمون طراحی بکنیم. یا اینکه ما باید با هر سه قدرت جهان ارتباط داشته باشیم، یا اینکه دنبال نرخ تورم 2 رقمی باشیم. یکی از بنیانهای مهم استراتژیک ایران که نتونسته از این حفره ها بیرون بیاد اینه که تو دنیا 3 تا قدرت بزرگ هست. ایران با 2 تاش رابطه داره، با یکیش رابطه نداره و همیشه میبازه توی محاسبات جهانی. شما هندو ببینید، با هر 3 تا رابطه داره و هر 3 استفاده میکنه. این معلوم میشه بدون اینکه من و دیگران اطلاعات خیلی طبقه بندی شده ما داشته باشیم. این نشان دهنده یک آفت بزرگ تئوریک و نظری در دستگاه سیاست خارجی ایران هست که به نظر من حتی 1 نفر هم آمریکا شناس نداره. کسب رضایت مردم از شاخصهای زندگی خوب، یا اینکه ما بریم دنبال هزینه‌های امنیتی در خاورمیانه. نمیتونیم دوتاشو با هم داشته باشیم. ایران ظرفیت اینو نداره که هم عدالت در خاورمیانه ایجاد بکنه، یعنی جنگ بکنه با خیلیات درگیر بشه، و هم بتونه یک زندگی سالم برای شهروندان خودش به ارمغان بیاره. امنیت ملی بر ثروت اقتصادی
یا اینکه امنیت ملی بر برنامه هسته‌ای. این دوتاش با هم نمیشه، یکیشو باید انتخاب بکنه. تأمین سرمایه خارجی جهت بازسازی عمرانی کشور یا تأمین امنیت از طریق حضور امنیتی در خاورمیانه. ایران اگر بره طرف امنیت در خاورمیانه سرمایه‌گذاری جهانی رو از دست میده. دسترسی به بازارهای کالا، سرمایه، خدمات و فناوری یا گره زدن کشور به تنش‌های منطقه‌ای، یکیشو باید انتخاب کنه. آینده کیفی سرزمین و مردم ایران در دراز مدت یا موفقیت‌های کوتاه مدت امنیتی در منطقه. اگر ما 30 سال پیش کار تئوریک و علمی کرده بودیم، میتونستیم پیش بینی کنیم که ظرفیت نظامی ما جنبه تقابلی نمیتونه تو منطقه با این حجم از قدرت نظامی داشته باشه. آمریکایی‌ها 15 پادگان دارن و 45,000 سرباز تو این منطقه دارن. سنتکام مرکز فناوری جهانه و ما توانایی مقابله با اینها رو نداریم. یا ما باید بریم دنبال تولید ثروت برای حفظ فرهنگ و تمدن ایران، یا باید بریم دنبال فروش انرژی‌های فسیلی. برای چی؟ برای حفظ وضع موجود، که اگر ما تازه موفق بشیم در این سناریوهایی که الان خدمتتون عرض میکنم به 2 میلیون بشکه در نفت روزانه برسیم، حالا مستقیم و غیر مستقیم در دنیا بفروشیم، نتیجهش فقط حفظ وضع موجوده. 5 الی 6 میلیون بشکه میتونه آینده بهتری داشته باشه. الان عراقی‌ها رسما سهم اوپکشون 5 میلیونه، اما بالای 6 میلیون دارن نفت میفروشن. چندین کشور دارن این کارو میکنن، قزاقستان، الجزایر، روسیه، امارات، عراق، همه دارن اضافه بر اون چه که در اوپک براشون مقرر شده، حالا اونایی که عضو اوپکن، نفت میفروشن. اما چه متغیرهای مهمی ما پیش رو داریم که باید بهشون توجه بکنیم در این استراتژی کلان با عوامل مختلف. در نظر داشته باشیم که از 85 تا 403 حدود 216 میلیارد دلار از کشور سرمایه بیرون رفته. رشد سالانه 6% مصرف بنزین و برق ما داریم. در صورت عدم تحریم تولید ناخالص ملی ما GNP ما میتونست برسه به 821 میلیارد دلار. یعنی میتونست هم از ترکیه جلوتر باشه و هم میتونست از عربستان جلوتر باشه. 12 میلیون جوان امروز در کشور هست که نه اینا کار دارن و نه تحصیلات دارن. تداوم سوبسیدها و امکانات حداقلی برای سرمایه‌گذاری عمرانی در کشور عمده درآمد ما با این فرمانی که ما داریم جلو میریم برای دفاع و امنیت خواهد بود. افزایش تدریجی کسری بودجه تا آخر سال، همین 404، و افزایش چشمگیر بیکاری در نیمه دوم سال جاری. اما اگر ما بخواهیم تغییر پیدا بکنیم، پارادایم ذهنمون رو متحول بکنیم، دنبال چی باید باشیم؟ ستون فقرات حکمرانی رشد و توسعه اقتصادی که بنیان نظری و فلسفی ما میتونه باشه. تأمین 450 میلیارد دلار سرمایه و سرمایه گذاری ما لازم داریم. من از دوستان مختلفم در صنعت برق و آب و انرژی و محیط زیست سوال کردم، کشور برای اینکه به یه شرایط نرمال و اکولیبریوم برسه به 450 میلیارد دلار سرمایه نیاز داره، اونم در یه بازه زمانی 10 الی 15 ساله که بتونه سرمایه گذاری بکنه ما به شرایط نرمال در این زمینه ها برسیم. حرکت تدریجی برای نظام اقتصادی 80% مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی، سیاست خارجی فقط و فقط تسهیل کننده تولید ثروت اقتصادی و مزیت نسبی، قفل شدن به مراکز فناوری جهانی، استخدام از طبقه متوسط برای سمت‌های مدیریتی در دولت و حاکمیت. این جمله حدود 200 تا کتاب در علوم انسانیه، در جامعه شناسی، در روانشناسی، در روابط بین الملل، در اقتصاد سیاسی و در علم سیاست، که اگر مدیریت یک کشور از طبقه متوسط باشه
چه پیامدهای مهم و مثبتی برای یک کشور داره. من جلوتر چند نکته در این رابطه عرض خواهم کرد. کاهش مقررات و ثبات مقررات، دستگاه قضایی کشور در خدمت شفافیت اقتصادی و حمایت از سرمایه، آزادی رسانه‌ها در بررسی و پیگیری خلاف‌های اقتصادی. اما ما با چه محدودیت‌هایی روبرو هستیم؟ شما هر نقشه‌ای از کریدورها رو مطالعه بکنید و بررسی بکنید، می‌بینید که تقریباً همه ایران رو دور میزنن. خیلی هم ساده میگن، سیاسی هم نیست. میگن ما اگر با شما بخوایم کار کنیم باید کار مالی و بانکی بکنیم. شما تحریم هستید، ما نمیتونیم با شما کار کنیم، مجبوریم شما رو دور بزنیم. این هم که در دوره دولت بایدن از هند شروع میشه، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، تا اینکه به جنوب اروپا ختم میشه. هر کدوم از اینها رو مطالعه ما میکنیم، میبینیم که ایران نقش جدی در کریدورهای منطقه‌ای نداره و خارج از این مدارهای جهانیه. الان چین و روسیه یه پروژه مشترک دارن که بتونن سال 2030 کشتی ها عوض این که از جنوب حرکت بکنن برن از قطب شمال برن. چینی ها دارن 12 یخشکن میسازن که الان فقط ماه آگست و جولای هست که در قطب شمال یخ نیست و کشتی ها میتونن حرکت کنن. در 10 ماه بقیه کشتی ها نمیتونن برن. با اتفاقایی که در محیط زیست جهانی رخ خواهد داد و همینطور کارهایی رو که این دوتا کشور با یه پروژه مشترک دارن انجام میدن، بخش عمده ای از تجارت چین از قطب شمال از سال 2032 شروع خواهد شد که حدود 2 هفته زمان رو کم میکنه و 35% از هزینه ها رو کاهش میده. این هم مال چین، آسیای دور، آسیای مرکزی و به طرف اروپا هستش. 3 سناریو پیش روی ایران به نظر میاد. سناریوی اول اینه که یه توافق هسته‌ای صورت میگیره. توافق هسته‌ای چی الان؟ توافق هسته‌ای اینه که ایران باید غنیسازی 0% رو قبول بکنه و بپذیره که موشک‌هاش زیر 500 کیلومتر خواهد بود. من مطمئن نیستم ایران در شرایطی باشه که بخواد این رو بپذیره. خارق العاده است اگر ایران این رو بپذیره. خیلی بعیده، اما ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. اگر ایران این رو بپذیره، اسنپ بک فعال نمیشه، خطر جنگ به شدت کاهش پیدا میکنه. پولهای مسدود شده ایران در اروپا و آسیا و خاورمیانه به صورت قطره‌ای ممکنه که آزاد بشن، اما با انواع و اقسام برنامه‌ریزی هایی که فیز اوت میشه در اون توافق. قیمت دلار بین 65 تا 70 دلار در نوسان میمونه. کسری بودجه قدری کاهش پیدا میکنه. شرکت های انرژی به خصوص آمریکایی در ایران فرصت کار پیدا میکنن. امید بر این هست که FATF امضا بشه که من از دوستان مالی و بانکی خودم شنیدم که حتی اگر ایران بپذیره عملیاتی شدن این چندین سال طول میکشه تا ایران رسما به FATF ملحق بشه. سویفت باز میشه و گشایش قطره‌ای و نرخ رشد بین 2 تا 2.5% در 1 سال آینده. این یک سناریو هست که من احتمال اینو بسیار کم میدونم، اما ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. اما سناریوی بی که توافقی صورت نمیپذیره، ایران همچنان مخالفت میکنه، میگه این در چارچوب امنیت ملی منه، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. آمریکایی ها هم سراغ مذاکره نمیان و این باعث میشه که اسنپ بک فعال بشه، حملات هوایی و نظامی ادامه پیدا بکنه، بعد حملات سایبری جدیتر بشه. در دوره پس از 12 روز حدود 50 آتش سوزی در ایران بوده در 19 استان کشور و اینها ادامه لو پروفایل به اصطلاح مومنتوم همون کاریه که اسرائیلی ها شروع کردن و میخوان فضا رو پرتنش حفظ بکنن. فشار حداکثری ماکسیموم پرشر آمریکا مجددا فعال میشه و
کارهای مالی ایران در ترکیه و امارات به شدت محدود میشه. در صورت توافق تجاری چین با آمریکا فروش نفت مجددا محدود میشه و قیمت دلار حالت صعودی پیدا میکنه، نرخ تورم به صورت خزنده افزایش پیدا میکنه، اوضاع شکننده اقتصادی و افزایش اعتراضات در کشور. اما سناریوی سوم اینه که توافق صورت نمیپذیره، اما اگر ایران دیپلماسی خودش رو فعال بکنه، از افراد توانمند استفاده کنه، اندیشه های جهانی داشته باشه، به فکر 40 سال آینده ایران باشه، اگر اون توانمندی ها فعال بشه و ایران بیاد بگه که شما به ما فرصت بدید و طی یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل قدرت‌های جهان اسنپ بک رو به آینده موکول کنن، یه مقدار زمان به ایران بدن، ممکنه این اتفاق بیفته. اگر ایران بتونه از دیپلماسی استفاده بکنه، توافق صورت نمیپذیرد اما مذاکرات ادامه داره. ایران وقت میخواد تا اینکه در داخل به اجماع برسه. اجماع در داخل خودش یک موضوع بسیار پیچیده و کلیدیه. خاطرم هست یه بار در یکی از کنفرانس های داووس یه جلسه کوچیکی بود، کیسینجر میگفت شما میدونید چه تفاوتی با چینیا دارید؟ میگفت وقتی من روبروی چوئنلای نشستم برای عادی سازی روابط چین و آمریکا 1970، چوئنلای معرف کل حاکمیت بود، میدونست کجا باید امتیاز بده، کجا باید امتیاز بگیره، اینو میدونست. اما شما ایرانیان نمیدونید، به قدری داخل شما فراکسیون هست معلوم نیستش که شما چه استراتژی رو برای چه مدتی دنبال بکنید و حتی اون استراتژی دوام داشته باشه و مبهم هم نباشه، شفاف باشه. خطر حمله در سیب افزایش پیدا میکنه، اقتصاد معطل و جامعه بلا تکلیف و افزایش اعتراضات، تقاضا برای دلار افزایش پیدا میکنه، تمایل به سرمایه گذاری متوقف میشه، افزایش تدریجی تحریم ها به احتمال محدودیت فروش نفت به خصوص در صورت توافق تجاری آمریکا با چین، افزایش حملات سایبری نظامی اقتصادی اسرائیل در کل کشور به خصوص در عرصه رمز ارزها، به خاطر اینکه این یک قسمتی است که ایران فضای تنفسی داره و اونها به شدت تخصص دارن در این زمینه و میتونن خیلی کارها انجام بدن. اون چه که به نظر میاد اتفاق بیفته بین سناریوها بین B و C هست، مگر اینکه یک پارادایم شیفتی در کشور صورت بگیره و سناریوی A تحقق پیدا بکنه. چند نکته روانشناسانه من عرض کنم در رابطه با این سناریوها که البته نمیخوام بحث آکادمیک بکنم اما ربط داره. میخوام شما را دعوت کنم به قدری توجه و فکر در این رابطه. من یکی از اشتباهاتی که تو زندگی کردم این بودش که وقتی با کسی آشنا میشدم تو ایران میپرسیدم شما رشته‌تون چیه؟ کدوم دانشگاه درس خوندید؟ کدوم دانشکده؟ استادای شما کیا بودن؟ 10 سال طول کشید به اشتباه هم پی بردم. دیدم تو ایران اول آدم باید بپرسه شما از کجای کشور هستید؟ چون این 7256 دانشجویی که من در شهید بهشتی داشتم از همه جای کشور اومدم. من از هر شهر کشور یه سنسور و یک به اصطلاح نوران تو ذهنم هست. هر بخشی از کشور رو یه شناختی ازش پیدا کردم. شما از کجای کشور اومدید؟ شما با خودتون کدوم ویژگی ها رو حمل میکنید؟ و شما علیرغم اینکه 3 تا 4 تا ممکنه PhD داشته باشید ولی چه شرایط خانوادگی داشتید؟ پدر شما کیه؟ مادر شما کیه؟ طبقه خیلی مهمه. طبقه ای که در یک کشور تصمیم میگیرن فقط این نیستش که خوب MBA خوندن، در یه دانشگاه خوبی در شیکاگو درس خوندن یا در یه جای دیگری درس خوندن. نه، شما کی هستید؟ شما از کدوم طبقه اجتماعی هستید؟ به نظر من در ایران این به مراتب تعیین کننده تره تا دلایل دیگه. و الا الان
تقریبا همه تو حاکمیت ایران PhD دارن. هرچند من یه بارها در کلاسام از دانشجوها پرسیدم، گفتم شما 5 نفر در ایران نام ببرید که اول درس خوندن بعد سمت گرفتن. همه اول سمت گرفتن بعد رفتن دیدن درس خوندن هم چیز خوبیه بعد درس خوندن. اینه که این مسئله درس خوندن کلیدی نیست. اولا شما چجوری درس خوندین؟ با کی درس خوندین؟ واقعا شما شبانه روزی تو دانشگاه بودید؟ کدوم استاد به شما درس داده و چقدر جدی گرفتید اون درسی رو که خوندید و چقدر تونستید اون شرایط محیطی خودتون رو در گذشته مهار بکنید تا اینکه بر اساس دیتا و منطق و عقلانیت و آینده ایران تصمیم بگیرید. روش تعامل با مخالف دشمن که این برمیگرده به EQ یک ملت که وقتی که با کسی اختلاف داره اونو چجوری حلش میکنه. چینی ها چجوری اختلافاتشون رو با دنیا حل میکنن؟ اگر فرصت کرده باشید اون کتاب مهم سون تزو رو خونده باشید، هنر جنگ، چی میگه؟ میگه که اگر شما 100 تا جنگ بکنید و ببرید تو اون جنگ ها با دشمنتون، اما اگر بتونید دشمنتون رو رام بکنید، اون به مراتب ارزشش بالاتر از جنگیدنه. اون EQ میخواد. EQ حوصله میخواد، دقت میخواد، فرایند میخواد. ما ایرانی‌ها غایت‌گرا هستیم تا فرایندگرا. این یک اشکال جدی متدولوژیک در نظام فکری و نحوه فکر کردن ما ایرانی‌ها است. ریشه‌های روانی فراز و نشیب‌های بنیادگرایی. حالا این رو من موکول میکنم به اسلاید آخرم، اونجا چند نکته عرض میکنم. ضعیف بودن فکت در نظام تحلیلی. شما اگر دقت بفرمایید هنوزم که هنوزه ما با فکت ها تحلیل نمی کنیم. فکت در منظومه ذهنی ما خیلی ضعیفه. تکرار اشتباهات در گستره تاریخی و عبور از غریزه، عبور از شیفتگی به قدرت و ثروت تا چی؟ به کشور و آینده. به هر حال ما افراد زیادی نداریم در کشور که فقط توی دوره محدودی سمت داشتن، رفتن کنار، رفتن کارهای فیلانتروپی میکنن، رفتن کارهای خیریه میکنن، رفتن دارن آموزش میدن، رفتن دارن طبابت میکنن، دیگه از قدرت فاصله گرفتن. این علاقه که ما داریم به قدرت و تولید ثروت، به هر حال تو قدرت موندن پشت سرش ثروت هم میاره و این خودش یه مشکلیه. یعنی کسی اگر از منظر جامعه شناسانه وارد مسائل ایران بشه، بخوایم کالبد شکافی بکنیم که چرا به اینجا رسیدیم، یکی از استوانه‌های جدی اینه که افراد بسیاری طولانی در سمت‌ها موندن و وقتی طولانی در سمت‌ها شما بمونید، خلاقیت و نوآوری و اینها رو از دست میدید و تمام اهتمام شما برای حفظ وضع موجود ختم میشه. اینه که ما در اون قالب تصمیم سازی هم که بحث میکنیم، یک سری آفات روانی و محیطی هم در بحث‌های ما وجود داره. چند پرسش بنیادی. آیا سیاست خارجی ایران زمینه تحول و پارادایم شیفت رو دارد؟ به نظر میرسه که ندارد. آیا ایران میتواند به اقتصاد جهانی قفل شود؟ آیا ایران میتواند حل موضوع هسته‌ای را با قفل شدن اقتصاد خود به غرب پیش ببرد؟ آیا سیاست خارجی ایران پایگاه اجتماعی دارد؟ چند درصد از جامعه ایران این سیاست خارجی را تایید میکنند؟ آیا ما میتوانیم مانند چینی ها نیم قرن ثروت اقتصادی تولید کنیم، بعد سرمون رو بالا بگیریم بگیم حالا ما قدرت سیاسی داریم؟ حرفی که دن شاوپینگ زد، گفت ما 50 سال میخواییم ثروت تولید کنیم، نه با سیاست کار داریم نه با درگیری با قدرت‌های بزرگ، با همشون هم همکاری خواهیم کرد. چرا ایران متوجه نشد انگیزه های ترامپ برای غنیسازی 0% چیست؟ این یکی از اون آفات بزرگ فهم مسائل جهانی در کشوره. اگر اتاق فکری در کشور بود متوجه میشد چرا هیچ رئیس جمهوری نیامد بگه 3.6%. فقط
این اومد گفت 0%، همه گفتن 3.6 ما قبول میکنیم. این یه معنای مهمی داشت. اسرائیل و ایپک و یهود و آمریکا 0% غنیسازی رو گذاشتن تو چارچوب تحلیلی ترامپ. میدونستن که ایران اینو قبول نمیکنه و این عاقبتش جنگه. ایران اینو متوجه نشد. اگر متوجه میشد، وقتی ترامپ گفت از طریق ویتکاف اومد 2 ماه با ایران مذاکره کرد، ایران همون روز اول میپذیرفت، چون میدونست که عاقبت این جنگه. و وقتی هم شما جنگیدید نمیتونید به راحتی ازش بیاین بیرون و این ادامه داره. اینجاست که ما 2 تا مشکل اساسی توی کریدورهای قدرت ایران داریم. یکی تئوری در حد اقل خودشه، یکی هم شما 5 نفر به من معرفی کنید در کریدورهای قدرت ایران که تاریخ خونده باشن. کسانی که تاریخ خوندن این اشتباهات رو نمی کنن. چرا؟ آیا مدیران موجود با اندیشه های موجود و ساختار تصمیم سازی موجود می توانند تغییر ایجاد کنند؟ آیا در اتاقهای فکر کشور ارزیابی دائمی از مفاهیمی مانند استقلال، شکست و پیروزی صورت می‌پذیرد؟ آیا در اتاقهای فکر کشور پیامدهای روانی، اجتماعی، فرهنگی تورم 2 رقمی در 40 سال گذشته ارزیابی شده است؟ ما میفهمیم یعنی چی تورم 2 رقمی و چه اتفاقی میفته وقتی یک کشوری 3 دهه تورم 2 رقمی رو تجربه بکنه، چه پیامدهای در آینده خواهد داشت. انرژی تغییر کجاست؟ بعضی وقتا توی خانواده میبینی انرژی تغییر مادره، بعضی جاها پدره، بعضی جاهای مادر بزرگه، بعضی جاهای خاله است. انرژی تغییر در ایران کجاست؟ کدوم نهاده؟ کدوم اتاق فکره؟ کدوم تشکیلاته که میخواد انرژی تغییر در اون ایجاد بشه؟ یه جور دیگه دنیا رو ببینه، یه جور دیگه ایران رو برای 40 سال آینده تعریف بکنه. پروسه‌ای که کشور رو به اینجا رسونده آیا کالبد شکافی میخواد بشه یا نه؟ انتخاب‌های ما بسیار محدودن، این بسیار جدیه. یعنی اگر ما قبل از 12 روز 5-6 تا انتخاب خوب داشتیم و با درایت میتونستیم کارهایی رو انجام بدیم، الان انتخاب‌های ما به مراتب محدودتر شده. خب منابع بازدارندگی ما چیه؟ امنیت ملی ایران رو چی تأمین میکنه؟ آیا نظامی است و یا اینکه GDP بالاست، درآمد سرانه بالاست و اشتغال سطح بالاست و همینجور شاخصهای دیگر اقتصادی. اگه ما 2 میلیون بشکه فقط تولید بکنیم در بهترین شرایط توافق سیاسی با غرب، اونم آخرش حفظ وضع موجوده. حکمرانی خوب یعنی انطباق با شرایط. اگر در میان جمع محترم حقوقدان ما داشته باشیم، علم حقوق که ریشش در نچرال لا هست، قانون طبیعی، چی به ما میگه؟ میگه قانون تطابق داره با شرایط. شرایط عوض میشه، قانون هم عوض میشه. ما هیچ قانون ابدی در حکمرانی نداریم و هنر کارگزاران و مدیران اینه که شرایط رو رصد بکنن، قوانین رو عوض بکنن. آیا سیاست‌های ما ابدی هستن؟ من شما رو در این اسلاید آخر دعوت میکنم که این رو شما اسکن بکنید. این اسلاید رو، در این اسلاید یک ایزمی هست. این ایزم 1920 متولد شده، یعنی 105 سال الان. من یه رمان انگلیسی نوشتم، 43 اپیزود 400 صفحه، زندگی یک زن و مرده. خانومه میخواد آقا رو عوض بکنه و نمیتونه. 20 سال اینا با هم زندگی میکنن و نمیتونه. روز آخر که میخوان از هم جدا بشن، خانومه با آقای میگه که من با استدلال نتونستم شما رو عوض کنم، شما فقط با بحران عوض میشی. اینه که ما با استدلال عوض نمیشیم، ما با بحران‌های بیشتر عوض میشیم.